السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک دیمو شما را نگهبان باشه. هر یک بیماری هست که بیماری سحر و جادو داره و جین شیاطین داره، از الله طلب شفا طلب میکنیم که الله هر یک بیماری که از الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. راستش دینه جنو را به نهایت بسیاری بد آزار و غم میتن. دینه جینم زد الله علم چکاری کرد که بعضی حالت ما شکی کلینتو را مثال بزیب سوالش دو جواب میتیم. گاه وقت میشه که مثال داشته اونا میخوان هم را جواب داده نمیتونیم، از سبب کمی جین شیاطین در بدن ما هم هستن، ما هم غم میتن، سبحان الله آزار ون میتن. حتی دین سبحان الله بگیم به همه اهل و بخش دور بگیم پدر مادر اکا و دودر به همش نمیدونم، سبحان الله کنترل کرده دیگه نمیشه. گواه میشه که ضررشون سخت میرسانه که کنترل کرده نمیشه. و از همتون برادرانی که بعض حالت میشه که در سوالشون زنگ میزنن، سوال میکنن، در سوالشون بزیب جواب میتیم، گواه میشه تری. پس نه الحمدلله به قدر استطاعت شاید که مثل 99% مردم سوالش را خشو جواب دادگی هستیم. بعضیش سوالش مثلا هستن که باید ورم مفتیات جواب بده، ورم مفتیات باید جواب بگه یعنی سین مفتیات چون روی میکنیم سوالشون جواب نمیتیم. اویدی سحر و جادو و جین شیاطین و حجوم الحمدلله چه که دست من میاد کوشش کردیم کمکی هستیم. با من خاطر از همتون معذرت میخوام برادران عزیز. کدامته که ما بود دقل جواب داده باشم، دقل هم گفته باشم، مثلا از هم خاطر از همتون معذرت میخوام که مثلا خدمت جین زده بود دین سبحان الله. یه شو قرآن خوندم دیدم که الحمدلله بدنم ببرویم بدبخت. دیدم تراوی خوندم الحمدلله خیلی سبک شدیم. باشا بگیم با تلاوت قرآن بدیم توی که هم بدبخت بدن ممسک باشا براین و بچه. الحمدلله اینی حال خدمت خیلی سبک حسیم. بچه خودی را میگم که مثلا اینی حال ماه شش رمضانه، ماه عبادته، ماه اجابت دعا های. میتوانیم که انشاءالله که وقت خود رو به عبادت الله صرف کنیم و از عبادت محروم نشیم. و کدام که جین داریم انشاءالله که الله سبحانه و تعالی شفای کامل عاجل عطا میفرماید. با اون خاطر باز هم یک بار دیگه به خاطر ماه شریف رمضان، به خاطر الله، به خاطر هم دیگر بخشی الله دوست میداره اون کسی که میبخشه. الله بخشنده و مهربان است و دوست میداره بندهش که یا دیگر بخشی میکنه. من خاطر همتون بخشش میپرسم، معذرت میخوام تو اینکه یکی مبادا در سر قرم گاه میشه که خدمت کنترل کرده نمیتونه، سبب که جین شیاطین بسیار ضررشون میرسونن. خب خدا نگهبان باشه برادران عزیز. این حال در بازار حاج شریف حجام عکس رفته است، بگیم 200 سوم به 250 های برای انسانانی که بیمار بودن، 200 سوم به 100 سوم های انسانانی که بیماری سحر و جادو دارن که مثل غم شمیته برای اونها عکسی های، برای انسانانی که اینولیدن برای اونها عکسی های، برای استودنت عکسی های. خلاصه گفت که رقم ها در روی اکران میتوانید که زنگ بزنین انشاءالله که برادرها در خدمت هستن و همچنین برای گرینیتک داشتن رقم ها در روی اکران. کسی که میخواد گرینیتک بگذاره پریسکت کن گرینیتک را میتوانید که انشاءالله زنگ بزنین، برادرها در خدمت هستن. با دعا باشین الله سبحانه و تعالی هر یک دیم و شما را نگهبان باشه. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.